بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، چون در دهه آخر ماه رمضان قرار داریم و امروز 23 شب 23 رمضان است، از شب‌های قدر است. من هم امروز خواستم همراه شما درباره نشانه‌های شب قدر و این چنین درباره بعضی بافته‌های مردم عاید این شب مبارک و بزرگ صحبت داشته باشم. حدیث در بخاری مسلم است که وقتی صحابه ها یک چند نفر برابر خواب میبینند که شب قدر در یکی از 7 روز آخری رمضان است، پیامبر میگویند ارا قد تواتعت رؤیاکم فی سبع الاواخر فمن کان متحریا فلیتحراها فی سبع الاواخر. من دیده ایستادم که خوابهای شما موافقت به آن میکند که شب قدر در یکی از 7 روز دهه آخر است. پس کسی از شما میخواهد شب قدر را دریافت کند، در این 7 روز آخر کفت و کابش کند. یعنی شما شبهای قدر را در یکی از این 7 روز آخر دریافت میکنید و در حدیث دیگر آمده است که شب 23، شب 25، شب 27، شب 29 و در حدیث دیگر شب 21، شب 23، شب 25، شب 27 و شب 29 و این شب 23 هست که بعضی از صحابه ها حتی یقین داشتند که همین شب 23 نشانه های شب قدر را دیدند و جمعی از علما میگویند شب قدر در یکی از همین شبها حتمی هست و در بعضی سالها 23 می آید، در بعضیش 25، در بعضیش حتی 21. به هر حال عزیزان، این شب 23 رمضان است و الکی 7 روز آخر رمضان داخل شده است. بیایید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره نشانه های شب قدر چی گفتند. اولا میدانیم که الله در سوره قدر میگوید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. فرشته ها همراه جبرائیل به زمین میفرایند من کل امر، با قضاوت و با نوشت قدر، یعنی تقدیرهای همه مردم در آن شب نوشته می شود و در 1 سال آینده، حتی در تفسیر همین آیت امام قرطبی میگویند حتی همین سال آینده که حج می رود که حج نمی رود آن هم نوشته می شود و فرشته ها می آیند تا که به دعای مؤمنان آمین بگویند و این چنین به هر یک مؤمنی که در این شب زنده داری می کند و با عبادت مشغول است سلام بگویند. و می دانیم که عمر امت محمد صلی الله علیه و سلم کوتاه است. امتان گذشته اگر 100 سال و 200 سال و 500 سال زندگی میکردن، این امت 70 و 80 سال زندگی میکند. اما با برکت دریافت شب قدر اگر شما یک شبش را دریافت کنید، دیگر 83 سال و 4 ماه ثواب را میگیرید. تصور کنید که اگر شما 3 بار پای در پای یا 4 بار پای در پای شبهای قدر را دریافت کردید، عبادت 400 ساله را صاحب می شوید. پس این شبهای غنیمت است، شبهایی هست که اجابت دعا هست و شبهایی که دیگر نظیرش در دیگر شبهای سال نیست. درباره نشانه هایش حدیث در مسند امام احمد است، حدیث که کمی دراز است، من کوتاه کردم که ملخصا به شما گویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اولین نشانه های شب قدر این است که در آن شب خیلی از شبهای آرام است، یعنی از شبهایی هست که آن شب اینقدر آرام هست که کسی در آن شب از چیزی نمی ترسد. هم آرام است هم شبی خوش است، یعنی انسان وقتی که یک روز خوش داشته باشد، یک شب خوش داشته باشد، در بیرون باشد هم یگان خوف شما را تهدید نمی کند. یک شب کاملا آرام است که انسان احساس امان میکند در آن شب. یعنی یکم اگر از نشانه‌اش آرامش در آن شب باشد، چون عزیزان هم خود شب قدر نشانه های خود را دارد، هم روزش، یعنی انشاءالله این شب 23 هست و فردا هم روزانه اش هم نشانه های خود را دارد، یا شب 25 اگر انشاءالله شب قدر باشد پگاهی روزی اش هم دیگر نشانه های خود را دارد. یکم نشانه آن شب را پیامبر میگویند آن صافیتون بلجه، آن شب آرام است و شب رفشنی هست، یعنی اینقدر آرامش و یک رفشنی خاص خود را دارد که شما اصلا احساس خطر نمی کنید. و در تفسیر سلام هی حتی مطلع الفجر هم بعضی از
مفسرین از جمله شاگردان عبدالله ابن عباس میگویند آن شب اینقدر در سلامت است که یگان بلای در روی زمین نمی شود و در آن شب یگان نفر نه از جن می ترسد نه از دیگر بلاها می ترسد. یعنی شبی کاملا آرام و امان می باشد و پیامبر میگویند آن شب خیلی ماهتاب روشن است. روشنی ماهتاب از دیگر شبها در آن شب روشنتر است و در خود نورهای آفتاب هم شما حس میکنید که چقدر از ماهتابهای پیشتر فرق میکرد. و باز میگویند در آن شب نه خنک است نه گرم است. یعنی شب قدر نه آنقدر مثل شبهای پیشترش اگر وقتی سرما باشد خنک است، اگر در وقت گرما آید نه گرم است. یعنی شبی معتدلی هست که انسان دیگر راحت میکند و در آن شب اصلا یگان ستاره با نور خود به شیطان هجوم نمیکند. خیلی میدانیم ستاره ها یکی از وظیفه هایشان رجوما للشیاطین است. یعنی سنگباران میکنن یا با شعاع خود با نور خود شیطان ها رو میزنن. آن شب که تماما شیطان وجود ندارد، یگان تا در یگان جا یگان ستاره با نور خودش به یگان شیطان هجوم نمی کند. و این چونین درباره روزش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی روز می شود شما ماهتاب را وقتی روز می شود شما آفتاب را مثل ماهتاب شب 14 می بینید. یعنی ماهتاب شب 14 مدور است و خیلی پرنور است. آفتاب را اگر دیگر روزها ببینیم و چشم ما را بسوزاند، آفتاب روز قدر را میبینید که یعنی شب گذشتهش قدر بود، روزش را میبینید که مثل ماهتاب است و نورهایش چشم را نمیگیرد و مدورا آن را به چشم خود میبینید. و بعضی از علما میگویند از زیاد در آن شب آمدنی فرشته ها برای زمین دیگر شعاعهای آن پنهان می شود. به هر حال در حدیث آمده است که پیامبر میگویند آفتابی آن روز مثل ماهتاب شب 14 است. آفتابش مثل پیشتره نورهایش سوزان و چشمگیران نیست. یعنی با امن و امانی. در بعض روایت ها یک بادی خیلی نرم میوزد یا شاید کمی باران هم شود که پیامبر باران خوب دیده بودند و در حقیقت یکی از شبهای قدر خیلی باران باریده بود. عموما شبی امن و امانی هست که انسان با آن طبیعت انسانیش حس میکند که یگان خوف در این شب وجود ندارد و شب خود از خود شب آرام و شب فارم می باشد. و چه خیلی گفتم ماهتابش خیلی پرنور است، اما آفتابش برعکس مثل ماهتاب می شود و چشم را نمیگیرد. و این نشانه ها را پیامبر در حدیثی که در مسند امام احمد آمده است گفتند که با همین نشانه ها شما می توانید شب قدر را دریافت کنید که پروردگار به یکایک ما عبادت آن شب و اجابت دعاها را نصیب کند. اما عزیزان، مشکلی در این است که همیشه دشمنان اسلام در هر عبادتی که مسلمان ها دارند یک خرافات را جای کردند تا که مردم را از عبادت باز دارند، تا که مردم را از اجابت دعاها باز دارند. مثلا درباره عید انشالله صحبت میکنیم، درباره عید قربان و عید رمضان که روزهای خرسندی هست، خوردن و لباس نو پوشیدن و زیارت همدیگر هست و حتی به کودک ها رقصیدن رو پیامبر اجازه داده بودن. در ما فقط آوردن که گفتن امروز روز مرده ها را یاد کردن است و به قبرستان روید. شب قدر هم که این شب‌های توقع آخر ماه رمضان است، اگرچه قول جمهور علما هست که 27 رمضان است، اما باز هم حدیث‌های صحیح‌تر چه خیلی گفتیم شب‌های توقع هست. این گونه خرافات جای کردن که کسی نماز شب قدر را نداند اصلا نباید شب زنده داری کند، گویا که شب قدر دعای مخصوص، نماز مخصوصی داشته است که تو آن را ندانی شب قدر تو درست نیست. و آیا دعایش را میدانی، نماز قدر را میدانی که تو امشب شب زنده داری میکنی؟ گویان از یک دیگر میپرسند، در حالی که شب قدر شب عبادت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم اون شب را با عبادت گذرانید گفتند و تمام عبادت های خود را میکردند. شب نمازهای طولانی، شب دعاهای طولانی، شب ذکر و به یاد الله بودن است. نه اینکه تو مخصوص 2 رکعت نماز حفظ کنی، دعایش را حفظ کنی، فقط در فکرت این باشد که من نماز قدر را میدونم یا نمیدونم. یعنی شب قدر را با 2 رکعت نماز مخصوص خاص کردن و این را ندانی شب قدر درست نیست گفتن، این یک بافته مردم است که این شب را شما با نمازهای تهجد، با نماز
تراویح عموما با دعا بگذرانید. هرگز گمان نکنید که یک دعای مخصوصی هست که آن را باید بگوید، نماز مخصوصی هست که آن را باید بگوید، دیگر چیزی ندارد. نه، تمام شب را مسلمان باید با عبادت گذراند. چیزی دیگر باز درباره همان رفشانی هست که گویا که پیامبر گفتن اون شب رفشن است، ماهتابش خیلی رفشن است. در حقیقت ماهتاب در شب قدر رفشن می شود، اما معنایش این نیست که یک رفشنی خاصی ببینید، یک پرنده ببینید که بعد از آن را دیدن شما دعایتون اجابت شود. اگر رفشنی را ندیده یا پرنده را ندیدید، گویا که شما شب قدر را دریافت نکردید. خرافات است، افسانه مردم است. افسانه است که شما رفشنی خاص رو میبینید یا گفتیم پرنده رو میبینید که سال گذشته در ازبکستان این گونه کرده بودن که انا ما لیلت القدر رو دیدیم، یعنی گویا که پرنده رفشنی رو دیدیم. این گونه فکر هم یک خرافات دروغ بافته مردم است که مردم به جای عبادت با الله یگانه و راز و نیاز با پروردگارشان، در چشمهایشان در پنجره یا تریزه خانه انتظار نمایش شدن یگان رفشنی هستند که گویا بعداً اجابتشان دعا میشد. یعنی نعوذ بالله، گویا که الله دعای آنها رو اجابت نمیکند و همون رفشنی رو دیدن دعا اجابت میشود. که این گونه هم به شب قدر ما خرافات داخل کردند و این گونه مردم را از عبادت یک شبه، نه از عبادت 10 شبه و شبهای قدر تماما محروم کردند. البته این کار دشمنان اسلام، کار نفرانی بود که نمیخواستند مردم تنها به تنها در این شبها با پروردگارشان باشد. چیزی دیگر این است که زنی که حیض است در این شب عموما شب زنده داری کردنش ممکن نیست، یا نفرانی که به سبب بیماری روزه نگرفتن یا مسافران اصلا برای آنها شب قدر گویا وجود نداشته باشد. نه، زن حایضه هم میتواند با دعا کردن و با ذکر کردن ثواب این شب رو دریافت کند. حیضش که در دست او نیست. کسی که به خاطر مریضی، به خاطر مسافری نتوانست روزه گیرد، او نمی شود که بگیم از شب قدر هم محروم هستی. نه، تو از شب قدر محروم نیستی، تو به خاطر عذری که داشتی روزه نگرفتی، اما شب قدر شبی هست که او شامل تمام مؤمنان است. برای همین گمان نکنیم که اونهایی که روزه دار نیستید یا زنهایی که حیض هستند، نه شب قدر شما ننشینید، که جایز نبود است که زنی حایضه در شبهای قدر بنشیند. چیز دیگر عزیزان، این که شب قدر یک ساعت مخصوص دارد یا وقت مخصوص دارد یا دعای مخصوص دارد، چه خیلی گفتم. نه، از همون وقتی که غروب می شود، از وقت نماز شام، سلام هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع بامداد شما در شب قدر هستید که تمام شب با ذکر و با دعا و با نماز و با سجده طولانی، رکوع طولانی و این چنین با قرائت قرآن شما انشاءالله رضایت پروردگار را دریافت میکنید. و یک مشکلی ما در این است که عزیزان، زیاد خانه ها یا زن ها هم دیده می شود، مرد ها هم، اگر مسجد نیست میگویند در خانه دسترخوان آماده میکنیم، در یک خانه جمع می شویم. عبادت جماعی ثواب خود را دارد، اما عبادت در دسترخوان و با 3 4 5 خوراک و چند نمود شیرینی نمی شود. میدونید که وقتی انسان از حد شکمش سیر شد و درست عبادت کرده نمی تواند، درست سجده و رکوع کرده نمی تواند. پس دسترخوان آراستن و چند نمود خوراک تیار کردن، چگونه لذت عبادت را ما میچشیم وقتی شکممون پوری پور برای نفس کشی هم حتی وقت ببخش جای ندارد. برای همین بعضی خواهرها یا برادرانی که خیلی با دسترخوان‌های آراسته شب قدر رو جشن میگیرن، میبینید که فکری همه در خوراک است، چشمی همه در خوراک است، همه آنی که در پهلویش هست با او با گپ زدن آواره هست و در عبادت آنقدر هوشش نیست. بهترینش این است که وقتی میدانید که خوراک های زیاد یا جماعت شما را از شب قدر می‌دارد، برای همین صحابه ها در مسجد حتی حضرت عمر میگویند 20 رکعت نماز را خوانید و دیگر همه خانه به خانه شود، یا همه تنها در مسجد عبادت میکردن. یعنی در اطراف دسترخوان شب قدر را گذرانیدن، باور کنید یگان خیر عبادتی با آرامش و عبادتی با اطمینان به ما نصیب نمی شود. علل خصوص چه خیلی گفتم که ما خیلی الحمدلله مهمان نواز هستیم، از حد زیاد با شیرینی و با هزار یک پخت و پز ها دیگر مردم نمیتوانند عبادت درست کنند و عبادت هم با شکمی از حد سیر اصلا نمی شود. و این مسئله هم باید نگاه کنیم که یک شب قدر را با مهمانی آمیخته کنیم و از خیرات شب قدر محروم شویم به خاطر دسترخوان از حد زیاد آراسته امان و به خاطر دوستانی که گفتیم بیاید
بیاید جمع شوید همراه شب زنده داری میکنیم و فقط با صحبت گذرانیدیم و شب زنده داری ما یک صحبت دوستانه بود، نه عبادت بود به خاطر الله. برای همین بهترینش در مسجد باشد، در مسجد نباشد عبادت تنها به تنهایی که خالصا به خاطر الله هست بهتر است از عبادت هایی که سر دسترخوان است یا اکثریتش با صحبت ها هست. این بود صحبت امروزه من. پروردگار برای من و شما عبادت امشب شب 23 را این چونین بقیه شب‌های آخر رمضان را نصیب کند و بگذار دعاهای ما اجابت باشد. الله از یکایک ما راضی باشد و مشکلی های یکایک شما عزیزان به زودی زود تا پایان رمضان برطرف باشد و همیشه در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.